میدونی کلمه گلوگاه انار چیکار میکنه که اینقدر از بین مردنش سخته؟ تو فصل بهار کلمه گلوگاه ماده به گل انار حمله میکنه، تخم گذاری میکنه، لارو از داخل تخم خارج میشه، وارد میوه میشه و از اون تغذیه میکنه. این آسیب بدون اینکه شکل میوه رو تغییر بده، اون رو از درون نابود میکنه. چون آفت داخل میوه است، مبارزه شیمیایی با سموم هم هیچ تأثیری روش نداره. در نتیجه تنها کاری که باید بکنیم اینه که از باغ دورش کنیم. اما چجوری؟ راهکارهای مختلفی میشه انجام داد، مثل حذف پرچم انار 2 تا 3 هفته بعد از گلدهی تو ماه خرداد، یا پوشوندن سر میوه با توری ریز. البته دوتاش هم زمان بره و نیروی کار. محلول پاشی با کائولین فرآوری شده و سیلیکات پتاسیم که هر 35 روز یک بار باید تکرار بشه تا حشرات بالغ از باغتون دور بمونن. جمع‌آوری انارهای آلوده تو مرحله آلودگی پنهان با ذره‌بین و کارگر آموزش دیده. این کار وقتی باید انجام بشه که لارو به شفیره و شفره تبدیل میشه و از میوه خارج میشه. اگرچه این کار لازمه چون محل زمستون گذرونی خیلی از آفاته، ولی تو کنترل کلمه گلوگاه انار تأثیری نداره. باغدارها با روش‌های محلی مثل دود دادن با آتش دنبه گوسفند و یا آویزون کردن بطری گازوئیل هم نتیجه گرفتن. یه چند تا راه دیگه هم تو کپشن برات نوشتم. اگر تو هم باغداری و راه دیگه ای رو پیشنهاد میدی تو کامنت برام بنویس.